خب بسم الله الرحمن الرحیم. انجینر صاحب، دیروز درس ما در تعریف متریال بود. باز در آخر ما سیخ گل هم انجینر صاحب یادآوری کردیم که تمام سایزها در اینجا هست، اگر کدام تایش نباشه خودتان هم میتونین بسازین. صحیح شد. و باز در پریم سیکشن هم تا یک جای انجینر صاحب رابطه بودیم. خب حالا ما میایم انجینر صاحب، اگر ما بخوایم یک مقطع استیلی را خود ما بسازیم. صحیح شد انجینر صاحب. یک مقطع باشه که دو آی بیم با هم یک جا باشه و باز انجینر صاحب با یک ورق تقویتی در بالایش باشه و یکی در پایینش باشه. صحیح شد انجینر صاحب. حالا همونطور به طور نمونه پیش میریم که چی میشه. صحیح شد انجینر صاحب. خب انجینر صاحب از چی استفاده کنیم؟ از اد نیب. خب در اینجا انجینر صاحب از سیکشن دیزاینر استفاده کنیم. از چی انجینر صاحب؟ سیکشن دیزاینر. خب در اینجا انجینر صاحب این نامش هر چیزی میمانند او درست است. صحیح شد. خب در اینجا انجینر صاحب دیزاین تایپ نو چک اند دیزاین، مقطعی باشه که نه چک شوه و نه دیزاین شوه، مقطعی باشه که برای کالم درد بخور باشه. صحیح شد انجینر صاحب. مقطعی باشه که کامپوزیت کالم باشه. فهمیده شد انجینر صاحب. ما میگیم که برای کالم استفاده شود. خب این مقطع در آینده چک شوه و یا دیزاین شوه، این را باز براتان میگیم. صحیح شد. بعضی مقاطع ما خود ما میسازیم، باز به تبز وقتی که دیزاین میکنه این اختیار میتیم که آیا این مقطع موجوده با این مشخصات در برابر همو عوامل وارده انجینر صاحب که مومنت است یا اکسل فورس است در برابر او ظرفیت داره یا نداره. صحیح شد. اگر داشت دیگه همون کالم میبخشین دیماندی بر کپاسیتی ریشیو کوچک از یک و میگه که درست است و اگر نداشت باز میگه که نیست. صحیح شد انجینر صاحب. خب فعلا این مطرح نیست انجینر صاحب. خب سیکشن دیزاینر فقط هدف ما ساختن چی است انجینر صاحب؟ یک مقطع دلخواه است. صحیح شد انجینر صاحب. خب انجینر صاحب این سیکشن دیزاینر یک برنامه کوچک داخل خود چی است؟ ای تابز است. ما میتونیم از این سیکشن دیزاینر به دو نوع استفاده کنیم. یکی که از اول خود ما عنصر مقطعش از اول رسم کنیم. صحیح شد. و یکی این رقم است که معمولا در دیزاین شیروال ها استفاده میشه. شیروال های را که ما رسم کردیم باز از همو شیروال رسم شده مقطعش باز چی میکنیم انجینر صاحب؟ در اینجا میسازیم. صحیح شد. یعنی از پیرهای موجود که در اینجا است از او استفاده میکنیم. صحیح شد. خب در اینجا انجینر صاحب باز همو پایل منیو ادیت و ویو و درا و چیزا است انجینر صاحب. این قسمت درا است. خب اگر ما مقاطع استیلی را میسازیم از اینجا ساخته میشه، مقاطع کانکریتی از اینجا انجینر صاحب سیخ گل است و این دیگه انجینر صاحب ریشیپ است مثل که در همین جمع است. فهمیده شد انجینر صاحب. سلکشن و این چیزا است. اگر ما بخوایم که مقطع استیلی را بسازیم در اینجا خب ما دو آی بی ما میخواستیم انجینر صاحب. چی؟ دو آی بی ما با هم یکی کنم همون تو بود. خب انجینر صاحب این یک آی بی ما گرفتیم و در اینجا ماندیم. صحیح شد انجینر صاحب. خب حالا انجینر صاحب در اینجا اگر سرشان انجینر صاحب رایت کلیک کنین، چی انجینر صاحب؟ جابه یا باکس مربوط به مشخصات موقعیت خود همی آی بیم چی هست انجینر صاحب؟ باز شده. خب انجینر صاحب شیپ نیم ای خود نیم است که هر نیمه برشان میتونین بدین. صحیح شد انجینر صاحب. این متریالش است میتونین تغییر بدین. همی استیل درست است. خب این در کجا قرار داشته باشه؟ فعلا در مبدا است، در صفر است. ایکس وای زد هر سهش انجینر صاحب صفر است. صحیح شد انجینر صاحب. از زد خود نداره، خو روتیشن با کدام زاویه هم نیست. صحیح شد. خب انجینر صاحب ما میگیم که موقعیتش طرف چپ به اندازه چند باشه انجینر صاحب؟ به اندازه 20 سانتی باشه. چند انجینر صاحب؟ 20 سانتی. منفی 200 میلی. صحیح شد. خب این دیگه در اینجا آمد. دیدین انجینر صاحب؟ حالا به می اندازه انجینر صاحب یک دانه این طرف هم بیاریم. خب یک بار در اینجا خب ارتفاعش چند باشه؟ به اختیار خودتان همی 60.
صحیح شد انجینر صاحب. خب و ویتش چند باشه انجینر صاحب؟ 40 باشه. چرا در اونجا به اندازه 20 سانتی طرف آمدیم. صحیح شد. خب 40 اگر شه باز نصفش 20 میشه. 400. فاصله را از مرکز گرفت. از مرکز همون مبدا. صحیح شد انجینر صاحب. خب و تکنیس انجینر صاحب تاپ این مثلا 3 سانتی باشه 30 میلی یا 30 میلی. و انجینر صاحب ویب تکنیس همی وسطش که هسته بادیش که هسته این مثلا انجینر صاحب این هم 5 سانتی نه 5 سانتی. صحیح شد. دبل گرفته. صحیح شد. خب و باتوم ویت انجینر صاحب این چند باشه؟ تاپ ویت هم 400 و این هم 400. صحیح شد. پلنچ ها هسته و باتوم تکنیس ای هم 30 باشه. فهمیده شد انجینر صاحب. خب بعضی وقتا انجینر صاحب امی پلنج با وب که وصل است اینجا شعا داشته باشه یا نباشه. صحیح شد. پلن سی پرسته نداره. ما اگر بگوییم که داشته باشه شعای با خطر پیل شده با شعای 1 سانتی باشه. این را انجینر صاحب ایتو شد. این 5 سانتی بود. این کل 4 امی کل درست است. صحیح شد انجینر صاحب. خب اینجا بسیار کمه از که شعاع 1 سانتی است از او خاطر کم پیل شده. صحیح شد انجینر صاحب. خب میتونین این را زیاد کنین. حالا نسبتا زایدتر. خب انجینر صاحب این را سلکت کرده از راه ایدیت. این را چطور کنین انجینر صاحب؟ این را میرور کنین. چی کنین انجینر صاحب؟ میرور. خب ریپلیکیت معنای تکثیر میته در خود برنامه ایتابس در اونجا هم هست. صحیح شد انجینر صاحب. خب ما این را میتونیم لینیر ریپلیکیت کنیم، رادیال شعاعی کنیم. صحیح شد. با زاویه و یا میرور کنیم. هدف ما حالی چی است انجینر صاحب؟ میرور کردن است. خب انجینر صاحب اگر این را میرور کنین خب در اطراف چی انجینر صاحب این میرور شوه امی خط برشان رفرنس بتین. صحیح شد. خب امی وای انجینر صاحب چی نقطه اول. خب انجینر صاحب ایره که پلن x یک صفر. صحیح شد. و یک هم صفر. خب صحیح شد. ایمی نقطه بود. x2 یک و یک نه غلط است. انجینر صاحب در اطراف وای باید میرور شود. در اطراف چی انجینر صاحب؟ وای باید میرور شود. صحیح شد انجینر صاحب. خب جنرال هم میتونین برشان قیمتی که هر دو نقطه مختلف باشه. خب خودش هم دیلیت نشوه انجینر صاحب. دیلیت سلکتد آبجکت ما میخوایم که در جای خودش باشه. آمد یا نه انجینر صاحب؟ صحیح شد. میخوایم که در اینجا یک صفحه تقویتی بتیم پیشتر که یادآوری کردیم. انجینر صاحب دوباره در اینجا میاین یک پالیت میگیرین انجینر صاحب. چی؟ پالیت در کجاست؟ این درا پالیت. خب در اینجا رسم کردیم. صحیح شد. خود از جای مشخص که باز بتانیم با فاصله معین برای ما معلوم انتقال بدیم. خب انجینر صاحب این پالیت به اندازه 40 سانتی باشه از این قسمت تا این قسمت یا 40 نه 50 سانتی شود. صحیح شد. به دست خود ما است انجینر صاحب. خب ویتش 50 سانتی و تکنیسش 3 سانتی 30 میلی. صحیح شد. موقعیتش در کجا باشه انجینر صاحب؟ ما میخوایم در این قسمت بیاریم. در چی انجینر صاحب؟ در این قسمت. حالا این مرکزی این پالیت در اینجا است. خودش 3 سانتی ضخامت داره. چند؟ 3 سانتی. پس این مرکز در اینجا اگر ببریم این خود شد 30 سانتی بالاتر شد. ما 31.5 سانتی بالاتر ببریم. چند؟ صحیح شد انجینر صاحب. خب امی رقم باید باشه. وایش به اندازه چند باشه؟ 300 امی رقم. صحیح شد انجینر صاحب. میبینیم که انشاءالله صحوه خونه شده. درست رفت. صحیح شد. اگر 30 میگفتیم باز نسبش پایین میامد. خب و حال انجینر صاحب ایره میتونین چی کنین؟ دوباره ریپلیکیت کنین. میرور about چی انجینر صاحب؟ x axis. نه وای خب از اون طرف میره. صحیح شد. پایین آمد. صحیح شد. در اطراف x پایین آمد. صحیح شد. نه مقطع جور شد یا نشد؟
صحیح شد. این مقاطع معمولا در ساعتی که یک دیزاینر بخواد که خود مقاطع ترکیبی استفاده کنه مجبور میشه که از ولد استفاده شه و می رقم میسازه. صحیح شد انجینر صاحب. باز همین مقطع همین تو میمانم باز یک نامم برش میدیم. استاد هم سیخ گلم اونجا صورت چرا در چی بسته استیل نگرفته؟ اون خود استیل هست. اینا سبی خو مقطع کل استیل است. چی است در استیل خود سیخ گل استفاده نمیشه. فهمیده شد انجینر صاحب. خب این یک مثال شد. چی شد؟ این یک مثال نام برشان بگوین اچ. چی انجینر صاحب چی؟ اچ. صحیح شد انجینر صاحب. این ای را اوکی کردیم. آمد. فهمیده شد انجینر صاحب. خب دوباره از سیکشن دیزاینر انجینر صاحب آل میخوایم که یک مقطع چی را بسازیم کانکریتی را بسازیم. صحیح شد انجینر صاحب. مقطع کانکریتیه که چی باشه انجینر صاحب؟ برای شیروال استفاده کنیم. برای چی انجینر صاحب؟ شیروال. خب شیروال باشه که 3 متر در 30 سانتی باشه. چند انجینر صاحب؟ 3 متر در 30 سانتی باشه. صحیح شد انجینر صاحب. خب و شیروان مثل بیماری مقطع ساخته نمیتونیم از اینجا دایرکت کالا داریم. ساخته میشه انجینر صاحب. خب ما پیشتر هم یادآوری کردیم. هدف ما همین جواب انجینر صاحب است که سیخ گل در کجا استفاده میکنیم. صحیح شد انجینر صاحب. خب نه مثل کالم برای شیروال مقطع ساخته نمیشه. صحیح شد انجینر صاحب. نه یا از سیکشن دیزاینر استفاده میکنین یا ما پیشتر هم که یادآوری کردیم که شیروال رسم شده را مقطعش به حیث انجینر صاحب مقطع باز بگیرین انجینر صاحب. او باز در آینده باز ما کار میکنیم. صحیح شد انجینر صاحب. خیر امیال براتون کار کنم یک بار ایرا پیش ببریم. صحیح شد. خب W1 انجینر صاحب 300 میباشیم. خب W1 300 سانتی این طول شد ضرب 30 سانتی فهمیده شد و با سیخ گل مثلا 20 میلی فهمیده شد. خب در اینجا ای بازم انجینر صاحب با کانکریت استفاده شد. خب اگر ای را تو بی چک یا تو بی دیزاین انجینر صاحب باز بعدا در کالم هم براتون تشریح میکن. ای را انجینر صاحب خب در اینجا میایم چی را انتخاب میکنیم؟ درا رکتنگل است. خب 300 در 30 است. صحیح شد. اگر نه در اینجا دیگه شکل ها هم هست. صحیح شد. هر نوع میتونین انجینر صاحب از این حتی میتونین چند زولی رسم کنین. صحیح شد. خب درا رکتنگل در اینجا اگر انتخاب کنین کلیک کردین. خب انجینر صاحب چند در چند بود؟ 3000 میلی است و 300 در وسط رینفورسینگ خود سیخ گل داشته باشه یا نباشه. صحیح شد. این را اگر اجازه بدیم باز این رقم میشه انجینر صاحب. معمول 30,000 بگیریم استاد چرا میلی هست؟ 3000 گرفتیم 3 متر است. 30 متر است. نه 3 متر ما 3 گفتیم. صحیح شد انجینر صاحب. 3000. خب انجینر صاحب ریبار هم اگر ما اجازه بدیم انجینر صاحب در اینجا باز همی ریبار مکمل گفته شده امو 615 باشه تای بارش انجینر صاحب چی باشه 12 میلی نه بلکه 10 میلی باشه. صحیح شد. و کارنر بار انجینر صاحب 25 میلی دیگه ایشم 25 میلی ایج و کل اینجا گفته شد. صحیح شد. خب این را اوکی کنیم. انجینر صاحب بخیرن که ما غلط کردیم دوباره خیر سرش میاییم. نه انجینر صاحب ما خب ای هایت انجینر صاحب ما صحبه کردیم. صحیح شد. خب ایره 300 و ایره چند بگیر انجینر صاحب 3000. خب سیخ گل پیشتر خودی دین انجینر صاحب اگر ای را اجازه بده مموت و بانم این رقم شد. صحیح شد انجینر صاحب. این خب بسیار آسان رسم میشه که سیخ گل یک نواخت باشه. چی باشه انجینر صاحب؟ یک نواخت باشه. آیا میتونین سیخ گلی را در نظر بگیرین که در اینجا زیاد باشه و در وسط کم باشه و در اینجا باز
زیاد باشه. صحیح شد انجینر صاحب؟ یا سایزش مختلف باشه. به این رقم که اگر در سیخایی که در داخل مقطع است اگر به او اجازه بدین که او باشه دیگه یک نواخت میشه. چی میشه انجینر صاحب؟ یک نواخت میشه. صحیح شد انجینر صاحب؟ شما میتونین از این استفاده نکنین، از یک طریق دیگه استفاده کنین. باز انجینر صاحب ایره نو میگین. صحیح شد؟ میتونین خودتان سیخی گل رسم کنین. چی انجینر صاحب؟ سیخی گل. اگر میخواین که یک دانه هر جایی که کلیک کردین یک سیخی گل رسم میشه. صحیح شد؟ اگر خواستین که چی شوه انجینر صاحب؟ یک قطار رسم شوه از اینجا استفاده میشه. و اگر رکتنگل باشه باز از اینجا استفاده میشه. تو باش که ایره استفاده کن. امی سیخی گل انجینر صاحب ما درست میکنیم. ما میخوایم که در امی در چند انجینر صاحب 80 سانتیش چند؟ در 80 سانتیش 80 سانتی بگم در این طرف سیخی گل باشه، کور شیروالم انجینر صاحب 3 سانتی باشه. چند؟ 3 سانتی. خب از 30 سانتی که 6 سانتی کم کنین چند میشه انجینر صاحب؟ 24 سانتی. صحیح شد؟ پس هایت ای سیخی گل باید چند باشه انجینر صاحب؟ 24 باشه. صحیح شد؟ و 80 سانتی 3 سانتی این طرف کم کنین در اینجا باز 77 سانتی میشه. چند میشه انجینر صاحب؟ 77 سانتی میشه یا نمیشه؟ امیر انجینر صاحب خب نه خب انجینر صاحب این خود سریع آمدیم. صحیح شد؟ خب بعضی وقت اگر چند انجینر صاحب شکل بگویم یا چی بگویم منصوره که یکی با دیگه انداخته باشه و بالا یکی دیگه باشه انجینر صاحب باز اگر کلیک میکنین اما سلکشن دلخواه نشوه باز انجینر صاحب کنترل و رایت کلیک یا شیپ رایت کلیک انجینر صاحب باز یک جعبه براتون باز میشه. هر چیزش انجینر صاحب دلخواه میتونید سلکت کنید. صحیح شد انجینر صاحب؟ خب در اینجا ارتفاع چند باشه؟ 24 گفت. صحیح شد میلی. و این چند باشه؟ 770. صحیح شد میلی. و سیخی گلا همین رقم دیگه باشه. صحیح شد؟ خب موقعیتش در کجا باشه؟ موقعیت مهم است. انجینر صاحب فعلا آل در وسط است، در صفر است. اگر ما بخوایم که را در اینجا بیاریم از این قسمت تا به این قسمت چند است؟ انجینر صاحب 150 است، 1500 میلی است. صحیح شد؟ خب این که در جای 80 سانتی قرار بگیره 40 سانتی از 150 کم کنیم میمانه چند؟ 11 سانتی. صحیح شد؟ پس در اینجا انجینر صاحب در جهت x منفی 1100 میلی برشان قیمت داد. صحیح شد انجینر صاحب؟ تا باید وقت ما این رقم کار نکرده بودم اموت براتون آوردیم. صحیح شد انجینر صاحب؟ دیگه همین را انتخاب کنین رپلیکیت کنین. همینطور است یا نه؟ خب انجینر صاحب این را اگر ببینین انجینر صاحب ما در اینجا دو چیز داشتیم. چند؟ دو چیز. یکی رکتنگل است یا نه؟ یکی رکتنگل بار است. چی است انجینر صاحب؟ امی رکتنگل بار انجینر صاحب انتخاب کردیم. شد یا نشد؟ از راه رپلیکیت انجینر صاحب ایرا به این طرف ببرین به کجا؟ به اطراف وای انجینر صاحب ایرا رپلیکیت کردید در اینجا آمد یا نه انجینر صاحب؟ یک رکتنگل چندمی انجینر صاحب سیومی در اینجا رسم کنین باز عبادش بتین انجینر صاحب از چند از 3000 میلی اگر 1600 میلی کم شود دو تا است. صحیح شد؟ در وسط میمانه. در چی میمانه انجینر صاحب؟ در وسط. خیره انجینر صاحب دوباره همین کارو میکنه. خب چند باشه انجینر صاحب؟ 1400. صحیح شد؟ 1400. و این هم چند باشه انجینر صاحب؟ 2400. خب 240. و سیخ گل ضعیف اگر برشان بتیم انجینر صاحب باز در آینده
باز هم گپ شد. 240 و 14 بود. صحیح شد؟ در اینجا آمد یا نه؟ حال دیگه میتونین سری امی رایت کلیک کردین. ای چی هسته انجینر صاحب؟ سیخی گلی هسته که در اینجا انجینر صاحب ای خود تنها یکی هسته. صحیح شد؟ خب دیگه هر کدامش باید درست کنید. خب 16 میلی انجینر صاحب ای خب در فاصله 20 سانتی اگر شود. صحیح شد؟ کارنرش انجینر صاحب اصلاح کنید. این کارنر همی خود این مستطیل است. صحیح شد؟ ایرم اگر 16 میلی اینه ای سیخا نسبت به ای ضعیف شد یا نشد انجینر صاحب؟ این رقم میشه یک مقطع را انجینر صاحب بسازین و در آینده کار کنین. خب حالا ما میایم انجینر صاحب همزمان ما میخواستیم مقطع استیلی رسم کنیم، کانکریت هم براتون ساختیم. صحیح شد انجینر صاحب؟ ما میایم انجینر صاحب اگر ما درس ما اصلا از اینجا شروع میشه، ما یک پایه 40/35 داشته باشیم. چند انجینر صاحب؟ 40/35. این را باید بسازیم. صحیح شد؟ از اینجا استفاده میکنیم و این را میگیم یک نام مناسب 40/35. متریالش هم 4000. صحیح شد؟ و این 400 و این هم چند باشه انجینر صاحب؟ خب 350. اگر واحد درست نباشه باز شما اینطور نوشته. مثلا اگر در اینجا ما 35 سانتی نوشته کنیم، 35 همراهش سیم نوشته کنین، خود به خود اتومات به می واحد موجوده تبدیل میشه. صحیح شد انجینر صاحب؟ واحد مثلا تبدیل کنیم به انچ. انچ اگر اینجا انچ باشه شما در اینجا 350 میلی نوشته کنین. تنها خالی عدد نوشته نکنین که انچ است، همراهش باز میلی هم نوشته کنین. چه انجینر صاحب؟ میلی هم نوشته کنین. حالا که خود ما میلی داریم و به میلی کار میکنیم، فقط یک عدد کفایت میکنه. صحیح شد انجینر صاحب؟ با این رنگ این مقطع در آینده است. صحیح شد؟ خب میتونین تغییر بدین. انجینر صاحب این مودیفایر هایش هست. این را همیشه هیچ وقت ضرایب یک مقطع را از همین قسمت اصلاح نکنین. صحیح شد انجینر صاحب؟ چرا؟ این مختص به همین مقطع خاص میشه. صحیح شد؟ ما اگر بخوایم که همین مومنت اپ انرژیش از اثر کرک شدگی کم کنیم، فقط در همین مقطع خاص ما اصلاح کردیم. صحیح شد؟ در آینده در مدل که اگر این مقطع ما داشته باشیم، این ضرایب با خود داره. اگر این مقطع را تبدیل کردیم به یک مقطع دیگه، او این ضرایب نداشته باشه، دیگه کار اثر میشه. با دوباره مومنت اپ انرژیش اصلاح کنیم. جای اصلی ضرایب انجینر صاحب اصلاح کردنش اساین منیو است. صحیح شد؟ او باز طوری است که همیشه امو پایه را که رسم کردین، باز از رای اساین ضریبش اصلاح کردین، باز چی میشه؟ بجای او هر مقطع دیگه بیای امو ضریب با خود میگیره. صحیح شد انجینر صاحب؟ این را هیچ وقت اصلاح نکنید. صحیح شد انجینر صاحب؟ خب و انجینر صاحب رینفورسمنت اصلا از همین قسمت شما این مقطع را چی میکنین؟ یا به مقطع پایه تبدیل میکنین و یا به مقطع بیم. فعلا اونجا که سیخ دیده میشد این مقطع پایه بود. چی بود انجینر صاحب؟ مقطع پایه بود. صحیح شد انجینر صاحب؟ خب در اینجا ما دو نوع مقطع داریم برای دیزاین. یکی مقطع است PM2 MC دیزاین که در قوس گفته کالم. هر مقطعی که در برابر اکسل فورس و دو مومنت موجوده انجینر صاحب دیزاین شوی، در حقیقت مقطع پایه است. و مقطعی که در برابر چی دیزاین شوی؟ یک مومنتی که در اطراف محور C است انجینر صاحب، او در حقیقت مقطع بیم است. صحیح شد انجینر صاحب؟ شما تا به حال همی محورها را هم نشناختین. ما دو نوع محور داریم. یکی محورهای لوکال است که به 1 و 2 3 نشان داده میشه. معمولا محورهای داخلی مقطع است. صحیح شد؟ هر عنصر از خود محورهای لوکال داره. صحیح شد انجینر صاحب؟ که به اساس همو
تنش های داخلی انجینر صاحب تعیین میشه. مثلا مومنت در اطراف محور 3، در اطراف محور 2، اکسل فورس در امتداد چی انجینر صاحب محور 1. فهمیده شد انجینر صاحب؟ یکی محورهای گلوبال است که او ایکس وای زد است. چی انجینر صاحب؟ ایکس وای زد که در اینجا است. صحیح شد انجینر صاحب؟ همینجا که در این قسمت بود. فهمیده شد انجینر صاحب؟ خب ایکس ابتدا و وای انجینر صاحب استاد و زید انجینر صاحب در پلان نقطه‌ای دیده میشه. خب ما در اینجا محورهای لوکال داریم. ای 3 است و ای 2 است و امی نقطه‌ای که معلوم میشه او چی است انجینر صاحب؟ 1 است. صحیح شد؟ خب این است. فعلا ای پایه است. چی است انجینر صاحب؟ پایه است. خب در پایه ما دو نوع سیخ گل داریم. سیخ‌های طولی کدام متریال باشه؟ همی ای 615 گرید 60 باشه. اگرچه ما 706 هم داریم، ای 615 گرید 75 هم داریم، دیروز کار کردیم. خب ما میگیم که همی 615 باشه. مثلا اگه 40 باشه اون 40 نبود. انجینر صاحب اگر 40 باشه خوشبختانه همی 3 نقطه برای همی است که شما از یک کلکین به دیگه جای برین. صحیح شد؟ از یک اتاق به دیگه جای از راه همی 3 نقطه از همی کلکین برین. پس میرین به مو دیپاین میلیو جایی که متریال است. انجینر صاحب باز کردین، این همی متریال دیپاین متریال نبود. بود. اد نیو و ریبار. صحیح شد؟ 615 گرید 40 اوکی کردیم. ای ضرور نیست که ایره بسته کنیم، از همی کلکین دو جا رفتیم. صحیح شد؟ خب و این مشخصاتش است اوکی کردین. اینجا آمد دیگه در اینجا است. چند بود انجینر صاحب؟ 40. در کجاست انجینر صاحب؟ این است. شد؟ خب ای 615 گرید 60 صحیح شد. این ایش کامپاینمنت بارز انجینر صاحب همی سیخای چی محدود کننده کشدومک. صحیح شد؟ خب 75 است. صحیح شد؟ این 60 بگیریم. 60 کجاست انجینر صاحب؟ هم در اینجا است. خب این سیخای کشدومک انجینر صاحب در پایه کامپاینمنت بار گفته میشه. چرا؟ اصلا وظیفهش ولو که شیر است، وظیفه اصلیش محدود کردن و گرفتن سیخای طولی است. صحیح شد انجینر صاحب؟ پس ای هم امی متریال باشه. باز انجینر صاحب امی کانفیگوریشن یا شکل گیری سیخای طولی چطور باشه؟ فعلا این مستطیلی است. چرا؟ مقطع هم خودش مستطیلی است. است یا نه؟ و معمول هم در رکتنگل مستطیلی است. میتونن انجینر صاحب سرکل هم داشته باشین. در پایه های مقطع سرکل انجینر صاحب باز گرد می باشه. خب اگر سرکولر باشه انجینر صاحب باز اینجا میتونین دو اختیار داشته باشین. کشدومک های عادی استفاده کنین، به نام تا یاد میشه، و یا سپایرال استفاده کنین. اما اگر رکتنگولر باشه انجینر صاحب باز تنها تای اختیار است. صحیح شد؟ انجینر صاحب در اینجا باز همون مسئله چی است؟ این مقطعی که شما میسازین این چک شوه و یا دیزاین شوه. چی انجینر صاحب؟ چک شوه و یا دیزاین شوه. این که چک میشه و یا دیزاین میشه انجینر صاحب بعد از بسم الله الرحمن الرحیم. خب انجینر صاحب اگر این تو شوه که ما ایره تو بی چک بگیریم، چی بگیریم انجینر صاحب؟ تو بی چک. در آینده انجینر صاحب این رقم میشه که امی خود مقطع در اینجا تمام مشخصاتش که در اینجا انجینر صاحب تعریف شده، اصلاح شده، امی مقطع در آینده ای تبز در نظر میگیره. بارهای وارده بالایشان که یکی چی است انجینر صاحب؟ پی است و دو و ام سی است. صحیح شد؟ او را سرشان وارد میکنه و میبینه که این مقطع ظرفیت تحمل او سه کمیت داره یا نداره. صحیح شد انجینر صاحب؟ بنابراین در اینجا از یک طرف بارهای وارده که دیماند است، از طرف دیگه ظرفیت خود مقطع کپاسیتی است. ای تبز محاسبه میکنه نسبت بین هر دوتا. صحیح شد؟ دیماند بر کپاسیتی ریشیو را محاسبه میکنه. صحیح شد؟ دی بر سی ریشیو را محاسبه میکنه. اگر ای از یک کم بود به این معنا که مقطع ظرفیتش نسبت به دیماند زیاد است و قابل قبول. صحیح شد؟ اینطورم نشوه که مثلا دی بر سی کوچک از یک خواست 0.2 شوه. این به این معنا که 5 برابر کپاسیتی بیشتر از دیماند است. غیر اقتصادی. صحیح شد؟ معمولا از 70 80 اگر بالا باشه خوب است. صحیح شد؟ و اگر از یک بالا بود به این معنا که
این مقطع جوابگو نیست، تحمل کردن نمیتونه. صحیح شد انجینر صاحب؟ خب یعنی خیر در اینجا براتون دوباره رسم کنم انجینر صاحب این مسئله را. خب اگر این یک مقطع باشه پایه باشه، صحیح شد؟ خب و در اینجا ما یکی خب این محور یک است، پیو سرشان وارد میشه. چی انجینر صاحب؟ پیو. و یکی اگر این محور چی شوه انجینر صاحب؟ سه شوه، ام سه سرشان وارد میشه، ام یوز در اطراف سه. در اطراف چی انجینر صاحب؟ سه. و اگر این محور چی شوه انجینر صاحب؟ محور دو شوه، بازم یک مومنت سرش وارد میشه، ام یو در اطراف دو. این پایه در اطراف سه در برابر این سه کمیتی پی و ام یو و ام یو دو باید چی شوه انجینر صاحب؟ تحمل داشته باشه. در برابر این انجینر صاحب ما چی داریم؟ پی ام ان سه پی ام ان دو همونطور است یا نه؟ و پی ان داریم. چه انجینر صاحب؟ پی ان داریم. صحیح شد؟ اصلا جدا جدا در برابر این دیزاین نمیشه. ما در کانکریت هم خوانده بودیم انجینر صاحب وقتی که پایه را دیزاین میکنیم قبل از دیزاین به اساس مقطع، ابعاد مقطع و سیخایی که در اونجا توضیح شده یک اینتراکشن دیاگرام ساخته میشه. چی ساخته میشه انجینر صاحب؟ اینتراکشن دیاگرام. اما تو بود یا نبود؟ خب در همون چپتر پروژکت دیزاین است انجینر صاحب میتونن ببینید. اینتراکشن دیاگرام این رقم انجینر صاحب یک دیاگرام بود که این انجینر صاحب مربوط مومنت بود. باز مومنت اگر اصلاح کنین با آر این یک ضریب برش محاسبه میشد. صحیح شد؟ و در اینجا چی بود انجینر صاحب؟ کین بود. مربوط چی بود انجینر صاحب؟ اکسل فورس بود. صحیح شد؟ و اینتراکشن دیاگرام باز این رقم یک چیزه. این تبزم چی میکنه؟ از یک طرف این اینتراکشن دیاگرام هم محاسبه میکنه. چی میکنه؟ صحیح شد؟ به اساس همین مقطعی که حال ما میسازیم. از طرف دیگه MU2 و MU3 و PU را محاسبه کرده. باز انجینر صاحب امی نقطه از PU MU2 MU3 که هست انجینر صاحب این را دیگه در اینجا میمانه رسم میکنه. صحیح شد؟ اگر داخل ای میبخشین اگر خارج آمد اینه در اینجا آمد. صحیح شد انجینر صاحب؟ این مقطع پیل شد. دیمان بیشتر از چی هسته انجینر صاحب؟ کپاسیتی هسته. خارج از محدوده اینتراکشن دیاگرام شد. یک چیز هست انجینر صاحب، اگر این نقطه در اینجا باشه این مقطع پیل میشه. از اثر چی پیل میشه؟ از مومنت. خیر ببینین چرا که انجینر صاحب پیخان تا اینجا هسته. این قیمت اگر کش کنین در اینجا میرسه، از پیخو بیرون نشده اما از مومنت بیرون شده. صحیح شد؟ در تنشن کنترلی پیل شده، مثل بیمار مقطع پیل شده. صحیح شد؟ و اگر در این قسمت باشه در محدوده مومنت هست اما از اکسل فورس پیل شده. صحیح شد انجینر صاحب؟ کمپریشن کنترل باز پیل شده. فهمیده شد انجینر صاحب؟ خب اما سه حالت وجود داره، ترانزیشن، تنشن و کمپریشن است. صحیح شد؟ خب پس این انجینر صاحب در این صورت ما از یک طرف دیماند از این سه کمیت محاسبه میکنیم، از طرف دیگه کپاسیتی از این سه کمیت، خب که نماینده شمی اینتراکشن دیاگرام است. اگر دیماندی بر کپاسیتی ریشیو کوچک از یک باشه یا مساوی باشه قابل قبول، اگر بزرگ باشه دیگه غیر چی انجینر صاحب خودش دیگه پیل شد. فهمیده شد انجینر صاحب؟ در این رقم انجینر صاحب اگر ما تو بی چک بگویم دیگه همی سیخایی که ما دادیم انجینر صاحب ایمی تمامش مطرح هست و مطابق همی دیگه چک میکنه. اینتراکشن دیاگرام چک میکنه. صحیح شد انجینر صاحب؟ باز پایینش سلکت باشه زیرش. چی انجینر صاحب؟ تو بی چک نه انجینر صاحب ما معمولا که دیزاین میکنیم تو بی دیزاین استفاده میکنیم. صحیح شد؟ باز در آینده همی تو بی چک هم یک بار یک مقطع را براتون میگیم. صحیح شد انجینر صاحب؟ خب حالی که پلان تو بی چک هستم کلیر کور چند باشه؟ کور تا خود سیخ گل. کور تا
تا کجدومک تا چی انجینر صاحب؟ تا کجدومک. امی 4 سانتی در حالت عادی درسته. در شرایط عادی انجینر صاحب که پایه تماس با خاک نمکی یا تیزابی یا دیگه نداشته باشه سعی شد 4 سانتی درست است. و number of longitudinal bars along 3 direction. انجینر صاحب 1 2 3 1 2 3 در امتداد 3 سیخ گل است یا نه؟ این در اختیار خودتان است. شما معمولا ایتو میکنن یک بار یک پروژه را چه میکنن انجینر صاحب؟ دیزاین میکنن. صحیح شد؟ سیخ بندی را دیدین، باز دوباره او را که دوباره چک میکنین، امو مقاطع ساخته شده دوباره در اینجا میارن مطابق امو سیخ بندی میکنن. اگر ما بگوییم که 4 دانه شو و انجینر صاحب دیگه 4 دانه میشه. صحیح شد؟ خب در جهت دو چند تا باشه؟ 1 2 3 4 امی 5. خب کدام سیخی گل باشه؟ امی 20 میلی درستی به ساعتش است و سیخای کارنر 4 دانه که است ای هم 20 میلی باشه. میتونن یک سایز بلندتر هم بگیرین. صحیح شد؟ خب کجدومکا همی 10 میلی که مساحتش قدر است، در فاصله چند انداخته شود در اختیار خودتان است. مثلا ما میگیم 100. صحیح شد؟ چند شاخه‌ای باشه انجینر صاحب؟ چی؟ چند شاخه‌ای. انجینر صاحب پیلا در اینجا 3 گفته. ای یکی از ضوابط چی انجینر صاحب؟ پریما اسپیشال امی شاخه‌ها هم است. صحیح شد انجینر صاحب؟ خب انجینر صاحب در اینجا ما اگر خب یک مقطع داشته باشیم. صحیح شد؟ خب این یک سیخ گل، 2 سیخ گل انجینر صاحب، 3 4 5. خب 3 4 5. خب این گشتمک انجینر صاحب ای تو که دور خورد انجینر صاحب، این چند شاخه است؟ در اطراف در امتداد 3 هم 2 شاخه است، 1 2 و در امتداد 2 هم 2 شاخه است، 1 و 2 است یا نه؟ اگر ما ایتو کنیم انجینر صاحب در یک امتداد 3 و در دیگه ایش انجینر صاحب 2. اگر این رقم کنیم انجینر صاحب 1 2 3 4 شاخه‌ای شد. صحیح شد انجینر صاحب؟ این که چند باشه باز در آینده در سیخ بندی در دیتایل باز ضوابط میخوانیم. خب همینجا انجینر صاحب برای ما میگه که چند شاخه‌ای باشه. صحیح شد؟ همی 3 اگر چی کجدومکا دیده نمیشه خود داده میشه. صحیح شد انجینر صاحب؟ خب این را اوکی کردین انجینر صاحب. این مقطع دیگه اگر اوکی کنین در اینجا آمد و این مقطع باز تو بی چک است. چی است انجینر صاحب؟ تو بی چک. خب معمولا ما تو بی چک نمیگیریم، تو بی دیزاین میگیریم. صحیح شده انجینر صاحب؟ دوباره مودیفای میکنیم امی مقطع را. خب و در این جنبیم این قسمتش عالی رقم میکنیم. در این صورت انجینر صاحب کور ضرور برای تولید اینتراکشن دیاگرام درست اینا هم ضرور است. این هم درست بگوین. صحیح شد انجینر صاحب؟ باز مطابق این سیخ بندی هم بکنید. صحیح شد؟ یادتان باشه. و بعد از این قسمت به پایین دیگه از انجینر صاحب این قسمتش دیگه چی هسته؟ انجینر صاحب این تبز مطرح نمیکنه، چرا که خودش مطابق پیو امیو 2 و امیو 3 سیخا را محاسبه میکنه میندازه. شاید انجینر صاحب سیخای باشه که از این بیشتر شد. فهمیده شد انجینر صاحب؟ خب اما این قسمتش مطرح است که اصلاح کنه. صحیح شد؟ خود تی بی دیزاین گرفتیم انجینر صاحب این را اوکی کنیم. تا سلور و 15 بار تقریبا دیزاین که زیاد راوزی یا کم راوزی هیچ پروانه لیده کدش نور در نمحاسبه کیوی. صحیح شد انجینر صاحب؟ در په نظر که نه نیسی نور. صحیح شد؟ یو د اینتراکشن دیاگرام د پاره در درست کشی. صحیح شد؟ یعنی اگر کم نوع سیخ بندی چی که انجینر صاحب مطابق دیاغو کشی خیلی. صحیح شد انجینر صاحب؟ شما همیشه امی تعداد سیخا را طوری در نظر بگیرین که نباید هم سپیسینگ کلیر بین دو سیخ گل از منیموم سپیسینگ کمتر باشه. اگر ما انجینر صاحب خودتان قضاوت کنین این کل بر 35 سانتی است. است یا نه؟ اگر ما در اینجا ای 6 دانه بگیریم چند؟ شاید قابل قبول نباشه. چرا؟ انجینر صاحب 35 امی حال محاسبه کنیم انجینر صاحب که قابل قبول است یا نه؟ صحیح شد؟ 35 350 منفی 4480
صحیح شد اینقدر شد منفی قطر. منفی 2 گشتومک 2 گشتومک انجینر صاحب 20 اگر 3 شاخه‌ای شود خب باز 30 کم میشه خیر اینقدر شد باز انجینر صاحب چند دانه سیخ بود 6 دانه اگر او 20 میلی باشه چی 20 میلی 6 ضرب 20 100 چند انجینر صاحب 120 منفی 120 چند شد 130 خود چند فاصله داره 5 فاصله صحیح شد تقسیم چند انجینر صاحب 5 چند میشه انجینر صاحب ایلا با ایلا انجینر صاحب یک فاصله ای که تقریبا به اصطلاح انجینر صاحب پشت شده انجینر صاحب 25 میلی منیموم فاصله است اگرچه منیموم سپیسینگ ما از چند آپشن میگیریم صحیح شد 4/3 ماکسیموم سایز اپ اگریگیت همونطور بود یا نه تا سایز بزرگ جغل از او تیر شود صحیح شد انجینر صاحب خب دیگه ایش 25 میلی و دیگه چی بود انجینر صاحب بزرگترین سایز سیخی گل انجینر صاحب اینه یک آپشن دیگه هم بود انجینر صاحب قطر خود چی هم بخیالم که هست انجینر صاحب قطر چی؟ نه وایبریتور صحیح شد انجینر صاحب خب چند دمو کانکریت یک کالم باز خیر ببینید صحیح شد انجینر صاحب شاید در بیمه از خاطری که او باز او پوکی است صحیح شد در اونجا ضرور است همیشه ما چرا انجینر صاحب همی وایبریتور میلهش انجینر صاحب 1 اینچ نیست 2 اینچ است چی است انجینر صاحب در اون صورت انجینر صاحب ما خود ما که دیزاین میکنیم همیشه هیچ وقت امی منیموم سپیسینگ در کد خود ما خب از 4 سانتی کم نمیگیریم چند انجینر صاحب صحیح شد انجینر صاحب ولی که حال اجازه است صحیح شد 26 میلی درست اما افغانستان است شرایط خرچی نیست انجینر صاحب بنان ما ایرا کمی زیاد میگیریم صحیح شد انجینر صاحب خب بسیار فاصله کم انجینر صاحب محاسبه شد پس 6 نباید شود خب این رقم محاسبه میکنه انجینر صاحب یک سوال انجینر صاحب چرا همین ماکسیموم سایز اپ اگریگیت محاسبه شد هر چنده که هستن ما 4/3 اش میگیریم شروع که از یک کده سریع خب در اینجا انجینر صاحب این باید یعنی تعداد معقول باشه صحیح شد انجینر صاحب خب این را دیگه گرفتین این یک مقطع از کالم 40/35 شد ما میخوایم یک مقطع دایروی هم داشته باشیم چه انجینر صاحب مقطع دایروی از همین حال انجینر صاحب میتونیم اد نیو باز از اینجا انجینر صاحب خب یک نام مناسب برش میتین 30 کالم و یک قیمت است دیگه چرا یک قطر است قطر 35 چند انجینر صاحب 35 خب و مارک 4000 و در اینجا انجینر صاحب 350 و سیخ گل انجینر صاحب بیم چی هیچ وقت دایروی نداره در پانتونا انجینر صاحب وقتی که پروژکت دیزاین انجینر صاحب بمی دیپای شما حال تحریری کردیم یک 40 نمره سوالا میاریم یک سوال ما همی میباشه انجینر صاحب بیم از نگاه مقطع چند ها هست بعضیا نوشته میکنه دایروی انجینر صاحب کانکریت بیم کانکریتی دایروی نمیباشه فهمیده شد انجینر صاحب بیمای دایروی می دارم انجینر صاحب اما متریالش چی میباشه استیل چوب صحیح شد این دستکار تمامش چی هست دایروی هست صحیح شد انجینر صاحب خب استیل هم نیست استیل خوب است که امی آی بیم شوه مومنت اف انرژی بیشتر میشه خب استاد مثلا اگه بیم در مقطعش در پایین بر مومنت مثبت زیاد سیخ پرتیم در بالا کم سیخ پرتیم بر منفی این حسابو باز در آینده میاد اگر به بخش دیزاین رسیدیم باز تا اونجا میریم صحیح شد حال مقطع بیم هم مانده صحیح شد انجینر صاحب خب فعلا این مقاطع چی بود انجینر صاحب پایه است صحیح شد انجینر صاحب خب و این انجینر صاحب سرکل میتونین اسپایرال و چیزا کنین خب یش هم درست است و اینجا دیگه دایروی است 1 2 3 نداره صحیح شد خب کور مهم بود و ایش 8 سیخ 20 میلی و ایرا اوکی کردین این اینجا آمد صحیح شد و ایرا اوکی کردین در اینجا آمد صحیح شد خب حالا ما میخوایم انجینر صاحب امیر انتخاب کرده یک مقطع بیم بسازیم 40 در چند 35 صحیح شد امیر اد کاپی ها پراپرتی میکنیم چی میکنیم انجینر صاحب
از این یک مقطع کاپی گرفتیم. از این که بیم است بی گرفتیم. صحیح شد. و باز همون 40 در چند است؟ 35 است. ایش درست. و در اینجا میایم ای را باید تغییر بدیم. ای را اگر بیم بسازیم چه انجینر صاحب؟ بیم بسازیم. خب سیخای طولی و عرضی مثل پایه واری درست است. انجینر صاحب در مقطع بیم به عوض کلیر کور انجینر صاحب در اینجا فاصله تا سنتروید سیخ گل است. تا چی است انجینر صاحب؟ تا سنتروید سیخ گل است. صحیح شده انجینر صاحب؟ خب چرا نمیشه انجینر صاحب؟ کنترل ای که هم انجینر صاحب نسیلیم که خیلی با نه مصروف جنجال دیگه غده او مصروف شوه و سعی شو انجینر صاحب. خب انجینر صاحب اگر ما این رقم مقطع داشته باشیم این مربوط بیم است. صحیح شد. یکی خو اینایی کشدومه کم شد. صحیح شد. یکی از کنار تا اینجا ای کلیر کور است. چند است انجینر صاحب؟ کلیر کور. ای شد انجینر صاحب 3 سانتی. چند؟ 3 سانتی. و دیگه کشدومک است. 1 سانتی 10 میلی است یا نه انجینر صاحب؟ 10 میلی کشدومک دیس. خب 1 سانتی شد. و دیگه انجینر صاحب همیشه ما در دیزاین بیم عمق مؤثر استفاده میکنیم. چه انجینر صاحب؟ عمق مؤثر. انجینر صاحب برای مومنت های منفی این سیخ دیزاین میشه بنان عمق مؤثر از مرکز سیخ گل تا پایین است یا نه؟ برای محاسبه کردن دی یا عمق مؤثر چی کار کنیم انجینر صاحب؟ کلیر کور، کشدومک و نسبی سیخ گل اصلی این تمامش کم میکنیم یا نه؟ و این فاصله را میگه از اینجا تا به اینجا این سپیسینگ تا سنتروید سیخ گل تا چه انجینر صاحب؟ سنتروید. امیال اگر این محاسبه کنیم 3 جمع 1 4 سانتی و اگر این سیخ گل ما تا 32 میلی شود نصف کنیم چند میشه انجینر صاحب؟ 1.5 سانتی 5.5 سانتی میشه. چند؟ 5.5 سانتی. این در صورتی که کلیر کور 3 سانتی اگر 4 شود باز 6.5 سانتی. صحیح شد انجینر صاحب؟ پس این همین مسئله در اینجا هم است انجینر صاحب تا اینجا. صحیح شد؟ خب پس در اینجا انجینر صاحب چند باید بگیریم؟ به نظر ما امی کلیر چی فاصله تا مرکز سیخ گل امی 60 سانتی درست است. وقتی که 1 لیر سیخ گل باشه چند انجینر صاحب؟ 1 لیر. این خود دیزاینر باید پیش بینی کنه که ما در این پروژه اگر دیزاین کنیم بعد از دیزاین دمی بیما دمی مقطع چقدر سیخ گل میبراید؟ از یک طرف انجینر صاحب برای بیم بیشتر باشه 35 سانتی چند است؟ از طرف دیگه وایه کم باشه. صحیح شد. پروژه های کوچک باشه معلوم دار که در اونجا در بیما سیخ زیاد نمیبراید. صحیح شد انجینر صاحب. هر چنده باشه بازم در حدود 2 3 4 در سایزهای کوچک در 1 لیر جای میشه. اما اگر پروژه بزرگ باشه انجینر صاحب در جای سیزمیک باشه صحیح شد وایه ها بزرگ باشه از طرف دیگه بری بیم کم باشه 25 سانتی مثلا باشه در اونجا مطمئن هستین انجینر صاحب که یک قطار سیخ گل کفایت نمیکنه. باز انجینر صاحب در اینجا میتونین این را زیاد کنین. صحیح شد. در 2 قطار سیخ گل انجینر صاحب اگر اینجا 2 قطار شوه باز دی از مرکز تا اینجا میاد بسیار کم میشه. 3 سانتی کور، 1 کشدومک، 1 خود همی دیوار و نصف این فاصله که معمولا 25 میلی است باز در حدود 8 سانتی میشه. چند انجینر صاحب؟ 8 تا 9 سانتی میشه. صحیح شد. فعلا انجینر صاحب در اینجا امی 60 میلی درست است. صحیح شد انجینر صاحب. خب این قسمتش انجینر صاحب reinforcement area override for ductile beams. امی ductile beam در سپیشل استفاده میشه. صحیح شد انجینر صاحب. یکی از ضوابط امی هم است پیشتر یادآوری کردیم که
برای محاسبه گژدمک‌ها در برابر شیر از مومنت های انجامی استفاده میشه. اما کدام مومنت های انجینر صاحب؟ یکی مومنت های چی هست انجینر صاحب؟ نومینال است، صحیح شد. دیگه مومنت های پروبابل است، محتمل است، صحیح شد. این کدامش استفاده شود در سپیشل؟ اما پروبابل انجینر صاحب از همین قسمت گرفته میشه. اگر این را اوورراید کنیم باز در دیزاین گژدمک‌ها این مقدار سیخی گل میگیره بالا و پایین در دو انجام که 4 قسمت میشه، صحیح شد. اگر اوورراید نکنیم بهتر میشه، همینطور صفر میمانیم. باز خود وقتی که بیم دیزاین شد سیخایش کشیده شد، امو مقدار سیخی گل در اونجا باز محاسبه مومنت در نظر میگیره. همین خوب است که این انجینر صاحب امور تو باشه. باز وقتی که بر دیزاین گژدمک‌ها رسیدیم این قسمت باز وقت میگیم براتون، صحیح شد انجینر صاحب. عالمه باشه شاید تقریبا 2-3 هفته بعد بیاید. فهمیده شد؟ بیم تو بیچک نشو کاره. چی؟ بیم تو بیچک نشو کاره. نه انجینر صاحب تو بیچک نداره بیم، صحیح شد. حتی همین سیخایش هم معلوم نمیشه، صحیح شد انجینر صاحب. خب بیم تو بی دیزاین است. چی است انجینر صاحب؟ تو بی دیزاین است. مثال فیلکی گیده بیمونه شاید ساحه که پیا و 2 سیخ و اول فیل نموزی بود انجینر صاحب مجبور چه عبادی تغییر در اینجا ما بیم که دیزاین میکنیم، این بیم در برابر مومنت دیزاین میشه، سیخی طولیش کشیده میشه. معلوم دار که در ECI کد منیموم سیخ گل هم داره و مکسیموم هم داره. این تبس خودش هم منیموم تطبیق میکنه هم مکسیموم. اگر سیخ محاسبه شده کمتر از منیموم شد خودش در اونجا باز در محاسبه منیموم هم میگیره، صحیح شد. باز میگیم براتون. و اگر از مکسیموم بیشتر شد خودش باز انجینر صاحب اونجا پل نشان میده، میگه اوور استرس. چی انجینر صاحب؟ اوور استرس. صحیح شد. ما که دیزاین میکنیم این خودش برای ما نشان میده، صحیح شد انجینر صاحب. حتی انجینر صاحب اول سینگل رینفورسد بیم در نظر میگیره. اگر سینگل رینفورسد بیم نشد به از اون ارتفاع محدود است، مثلا 40 سانتی است، این خود زیاد کردن نمیتونه، خودش دیگه مجبور میشه به دبل رینفورسد بیم بره. با چی برای انجینر صاحب؟ باز برای ای که همون ساحه پیشاری انجینر صاحب بتونه پیشار را تحمل کنه، کانکریت همراه سیخ یک جا میکنه، سیخ اضافی در پیشاری ساحه در نظر میگیره، صحیح شد. خودش اتومات ما هم که منوالی دیزاین میکنیم، اول سینگل رینفورسد بیم دیزاین میکنیم، باز اگر اجازه داشتیم ضخامت زیاد میکنیم بس سینگل شد، صحیح شد. اگر نداشته باشیم ما مجبور میشیم دبل رینفورسد بیم دیزاین کنیم، صحیح شد انجینر صاحب. خب ایرا انجینر صاحب در بیم شما میتونین امی مودیفایر را کمی اصلاح کنید. در چی انجینر صاحب؟ در بیم. صحیح شد. هر مقطعی را که شما میسازین ایرا میتونین اصلاح کنین. چرا؟ معمولا انجینر صاحب اگر یک بیم براتون رسم کنیم انجینر صاحب در این قسمت، ای بیم شد یا نه انجینر صاحب؟ اصلا بیم خو از این قسمت تا به اینجا است که پلنجش است و ای وبش است. وقتی شما در ایتابز مدل سازی میکنین بیم رسم کردین، این قسمتش انجینر صاحب این قسمت هم سهمی بیم است و هم سهمی سلاب است. یعنی سلاب که رسم کردین تا اینجا رسم میکنین، نسبی این قسمت به این سلاب رفت و نسبی این قسمت به این سلاب و همزمان این هر دویش به این بیم هم شامل شد. در اینجا محاسبه بار 2 بار میشه. این قسمت یک بار در بیم شامل میشه و یک بار در سلاب. برای اصلاح کردنی که بارتان دوباره محاسبه نشوه این را چطور میکنین؟ این قسمت را با چی میتین انجینر صاحب؟ با سلاب رها میکنین. چطور انجینر صاحب؟ اگر کل ارتفاع انجینر صاحب چی باشه؟ H باشه و این ارتفاع انجینر صاحب HV باشه، همیشه امو مودیفایر را ضربی میکنین انجینر صاحب HV ببر H، صحیح شد. اگر بیم ما 50 سانتی باشه و سلاب ما چند باشه؟ 15 سانتی فرزن باشه، 15 تقسیم 50 چند میشه انجینر صاحب؟ خب میبخشین 35 تقسیم 50 ضرب اشاره 7 میکنیم، صحیح شد. در اینجا ما میگیریم چند انجینر صاحب؟ در این قسمت
3.7 میگیریم. به این معنا که دیگه وزن بیم 70% شامل شد، محاسبه کرد. اما 30% امو سطح مشترک بود که ماند با چه انجینر صاحب؟ به اسلام رها کرد. صحیح شد انجینر صاحب؟ این رقم انجینر صاحب میتون، اما انجینر صاحب برای احتیاط خوب است این را هیچ اصلاح نکنیم. صحیح شد انجینر صاحب؟ یک مانم تیر از زمین دقت. صحیح شد انجینر صاحب؟ خب دیگه ای بیم شد انجینر صاحب در اینجا هم آمد. شما میتونین انجینر صاحب یک مقطعی را بسازین که او نان پرزماتیک باشه. یک سرش کوچک باشه و دیگه سرش بزرگ باشه، مثل در کانتیلیورها همین رقم است. حالا ما میخوایم انجینر صاحب یک بیمی را رسم کنیم که در کانتیلیور استفاده میکنیم که یکیش به اندازه ضخامت اسلب 15 سانتی باشه و دیگهش 50 سانتی باشه. چند؟ 50. در این صورت انجینر صاحب شما مجبور میشین دو مقطع داشته باشین. چند انجینر صاحب؟ دو مقطع. یکی خمی داریم، یکی از امی کپی کنیم. انجینر صاحب مقطع چند؟ بیم 15 در 35. صحیح شد؟ این قسمت ارتفاعش 150 میگیریم. خب و این رقم شد. صحیح شد؟ کور باز اصلاح شد 60 سانتی زیاد شد. خب خیر انجینر صاحب این را آلی که داریم. خب میتونیم آلی دوباره یک مقطع نان پرزماتیک، بیم نان پرزماتیک بسازیم. انجینر صاحب چطور؟ شما در اینجا میایین در اد نیو پراپرتی، در اینجا از این استفاده میکنیم. صحیح شد؟ سیکشن دیزاینر هم کار کردیم براتون. صحیح شد؟ خب از این که استفاده کنین باز چی میشه انجینر صاحب؟ در اینجا میاییم. خب یک بیم باشه انجینر صاحب که یک طرفش چند باشه؟ 40 باشه، باز ضرب 35 باشه، این بره شد و دیگه طرفش باز ضرب 15 باشه. صحیح شد؟ یک نام مناسب بانیم. خب در اینجا انجینر صاحب این قسمت اول شد. بگوین برشان چند؟ شروع بیم چند باشه انجینر صاحب؟ 40 در 35. ختمی بیم چند باشه انجینر صاحب؟ امی 15 در این درست شد. صحیح شد؟ خب انجینر صاحب این چقدر باشه انجینر صاحب؟ ما دو آپشن داریم. چی انجینر صاحب؟ دو آپشن. ابسولوتیت اگر گفتین باز با فاصله میشه. با چی انجینر صاحب؟ یعنی بیم در شروع انجینر صاحب مقطعش 40 در 35 است، باز در 1 متر انجینر صاحب در متر بعدی با 15 بر چند میرسه انجینر صاحب؟ اینقدر. خب اما معمولا از ابسولوت کرده امی پروپورشنال مهم است. صحیح شد؟ نسبتی به نسبت کم میشه. چی انجینر صاحب؟ ای اگر در اینجا یک گفتین یعنی امی کل طول نیست، این طرفش 40 است و اونجا که پورا طول پورا میشه انجینر صاحب به 15 میرسه. به چند میرسه انجینر صاحب؟ 15 میرسه. انجینر صاحب در اینجا ایش مهم است. در بیم انجینر صاحب ای 3 است و ای چی است؟ 2 است. خب سختیش مومنت اف انرشیاش چطور کم میشه؟ انجینر صاحب مومنت اف انرشیا خو عبارت از چی است انجینر صاحب؟ مومنت اف انرشیا در مستطیلی خب بی میبخشین انجینر صاحب در اینجا یک بار مقطع را رسم کنیم. خب در این محور که این 2 است، خب و در این محور که این 3 است. خب این اگر بی شوه و این اچ شوه، خب آی دو مومنت اف انرشیا در اطراف محور 2 عبارت از چی است؟ اچ بی مکعب بر 12. صحیح شد؟ خب و آی سی چی میشه انجینر صاحب؟ بی اچ مکعب بر 12. خب در اونجا شما اچ کم میکنین یا بی را کم میکنین؟ اچ کم میکنین و اچ که کم میشه انجینر صاحب ای اچ مکعب است. چی است انجینر صاحب؟ یعنی مومنت اف انرشیا از 40 که به 15 میرسه مومنت اف انرشیا مکعبی تغییر میخوره. چی انجینر صاحب؟ مکعبی تغییر میخوره در این قسمت. صحیح شد انجینر صاحب؟
اما آی دودو چطور تغییر میخوره؟ خطی تغییر میخوره. چی تغییر میخوره انجینر صاحب؟ در اینجا باز اچ که تغییر میخوره، اچ به توان 1 است، بنان از 40 به 15 رسیده خطی تغییر خورده. صحیح شد انجینر صاحب؟ پس در اینجا این متوجه باشین انجینر صاحب که درست باشه. آی سی سیش پارابولیک تغییر خورده، مکعبی، و آی دودیش لینیر خطی تغییر خورده. صحیح شد انجینر صاحب؟ درست است. دیپولت هم درست. صحیح شد. این مقطع را انجینر صاحب ساختید در اینجا آمد. شما میتونین آل ببینین به طور نمونه آل براتون رسم کنیم. همین مقطع را بگیریم. مقطع چند است انجینر صاحب؟ این ای است. صحیح شد. از این قسمت اگر تا به اینجا برسانیم، خب و در اینجا انجینر صاحب هم رسم کنیم و در این قسمت هم رسم کنیم. صحیح شد. خب حالا اگر این را اکسترود کنیم، چی میبخشین انجینر صاحب؟ اکسترود اینجاست. دیدین انجینر صاحب؟ خب در شروع 40 است و در خط اونجا پروفورشنال بود. صحیح شد انجینر صاحب؟ بنان هیچ طول در نظر نگرفته، مکمل طول. در شروعش اینقدر است، در ختمش اینقدر. شما میتونین یک بیمی را بسازین که انجامش نانفراسماتیک باشه و وسطش ثابت باشه. از 3 قسمت استفاده میکنین. از چند انجینر صاحب؟ 3 قسمت. امیرم براتون امیزود که کار کنیم، باز وقت پور است. صحیح شده انجینر صاحب؟ خب انجینر صاحب در اینجا میان سکشن، باز در اینجا انجینر صاحب در اد و دوباره این را انتخاب کنین. صحیح شد. خب اول شروع بیم انجینر صاحب در قسمت اول چند باشه؟ 40 باشه. ختمش 15 باشه. صحیح شد. خب اما این یک حصه باشه. چند باشه؟ یک حصه باشه. صحیح شد انجینر صاحب؟ خب باز انجینر صاحب یک قسمت دوم اضافه میکنین. از او شروعش 15 باشه و ختمش هم 15 باشه. این مثلا 2 حصه باشه. چند باشه انجینر صاحب؟ 2 حصه باشه. صحیح شد. باز یک قسمت دیگه انجینر صاحب شروعش 15 باشه و ختمش چند باشه انجینر صاحب؟ 40 باشه و این هم یک حصه باشه. چند باشه؟ مثل که یک بیم 4 متره، 1 متر اولش 40 به 15 رسیده، 2 متر وسطیش ثابت است و متر چهارمیش یک بیم 8 متره، باز 2 متر اولش یک رقم، 2 متر آخرش دیگر رقم، 4 متر وسطش که 2 حصه میشه. صحیح شد. 2 رقم میشه. خب این را انجینر صاحب خب این رقم شد. این را اگر همو چی شد؟ این را اوکی کنین انجینر صاحب. در اینجا حالا اگر دوباره رسم کنین، خب ای بود. نمونه از اینجا رسم کنیم من تا اینجا خوب واضح دیده شد. صحیح شد. دیدید؟ 2 حصه اولش رقم و 2 حصه آخرش رقم و وسط. صحیح شد. این معمولا برای دیپلکشن در وایه های بزرگ رقم انجینر صاحب در نظر گرفته میشه. خب ایرم انجینر صاحب خواندیم در آینده انجینر صاحب در پریم سیکشن. خب جنرال خودتان میسازین انجینر صاحب و اتو سیلکت لیست انجینر صاحب در استیلی استفاده میشه. وقتی که مثلا در آی بی ما 10 تا سیکشن در اتو سیلکت آوردیم. در چی آوردیم؟ بازم اتو سیلکت با یک پایه چی اساین کردیم. صحیح شد. وقتی که دیزاین میکنین انجینر صاحب خود به خود ایتابس نظر به بارها اما مقطع مناسب اونجا در دیزاین میاره. صحیح شد. میگه این دیزاین شد و این مقطع برش مناسب است. این وقتی که اتو سیلکت داشته باشه. صحیح شد. ایتابس هم انجینر صاحب از خود اتو سیلکت داره. صحیح شد. ما دیلیت کردیم انجینر صاحب. یکی اتو کالم سیکشن است. چی است انجینر صاحب؟ اتو کالم، اتو لیترال کالم، اتو لیترال بیم است. صحیح شد. او در حقیقت انجینر صاحب مکمل لیستی از سیکشن ها است که تحت یک نام آورده. دید محدودش بسازیم. یعنی ما اگر بخوایم در استیلی مقاطعی که ما خود ما پیش بینی میکنیم که شاید بیای امورا در استیلی هم هست. انجینر صاحب در کانکریتی بخیالیم که آپشن اضافه شده که در کانکریتی هم میشه که تو سیلکت در نظر گرفته میشه. یک وقت ما سرشان ترای کردیم در ایتابز 2016 باز مصروف شد دیگه همونطور جام شد. خب نمیتونست درک کنه. بخیالیم که در اینجا همین رقم میشه. صحیح شد. خب
و انجینر صاحب دیگه چی هسته؟ خب بس هسته؟ او را چی کردیم انجینر صاحب؟ اوکی کردیم.